امروز اومدم دو سه تا نکته خفن راجع به شلوار جین بهتون بگم که 100% به درد همتون میخوره. مشکل همه است. اگه شلوار جینی دارین که بعد دو سه مرتبه پوشیدن استایل خودش رو از دست داده، گشاد شده و وا رفته، اصلا نگران نباشید. فقط کافیه شلوار جینتون رو با آب داغ یا گرم مایل به داغ بشورید و با استفاده از خشککن ماشین لباسشویی تو قسمت خشککن ماشین لباسشویی بندازین 20 دقیقه الی نیم ساعت که باشه، بعد در بیارین بذارین خشک بشه، شلواریتون برمیگرده به روز اول. یعنی هر مرتبه که این مشکل رو داشتین با این راه حل میتونین حل کنین. یه نکته خفن دیگه هم بچه‌ها بهتون بگم، بعضی از شلوار جینا یه دوختی پشتش داره بالای جیب. این دوخته به شکل وی شکله، یعنی اگه هر چی به سمت بالا میره انگار جمع‌تر میشه، یعنی به یه شکل وی. و این قسمت جیبا، اگه این جیبا دوختش به هم نزدیک بود، بچه‌ها قسمت رون و باسن رو خیلی بزرگتر و درشت‌تر نشون میده و یه استایل خیلی شیکی داره. الان این تفاوت دو تا شلوار جین رو ببینید بچه‌ها، همون دوخته رو نداره، هم فاصله دو تا جیبا از هم دوره. و